أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم اما بعد. خب امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید، حدیث 626: و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: سئل رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اکثر ما یدخل الناس الجنة، یعنی که پرسیده شد رسول الله صلی الله علیه و سلم از بسیارترین چیزی که داخل میکند مردم را به جنت. یعنی رسول الله را پرسان شدن که بسیارترین چیزهایی که سبب داخل شدن جنت می شود اون چیزها چی است؟ قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که تقوی الله و حسن الخلقی، یعنی رسول الله گفت که تقوای از الله است، یعنی که از الله ترسیدن و خوش اخلاقی است. یعنی این دو چیز بسیارترین عملهای با ثواب هست که سبب داخل شدن جنت میگردد، سبب داخل گرداندن انسان به جنت میگردد. و سئل عن اکثر ما یدخل الناس النار، و باز پرسیده شد از رسول الله صلی الله علیه و سلم عن اکثر ما، از بسیارترین چیزی که یدخل الناس النار، یعنی داخل میکند مردم را به آتش دوزخ. بسیارترین چیزی که سبب داخل شدن دوزخ می شود این چی است؟ فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که الفم و الفرج، رسول الله گفت که دهان و شرمگاه است. یعنی این دو جا است، فم یعنی که دهان، الفرج یعنی شرمگاه. هر کسی که این دو تا حفظ کرده بتواند، نگاه کرده بتواند، نجات می‌یابد. اما هر کسی این دو تا نگاه کرده نتواند، حفظ کرده نتواند، سبب داخل شدن دوزخش میگردد. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده و قال حدیث حسن صحیح، و گفتگی است که حدیث حسن و صحیح می باشد. و قال حدیث صحیح، این حدیث صحیح می باشد. بعد از این حدیث 627: و عنه قال، یعنی از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، یعنی کامل ترین مؤمن ها از روی ایمان بهترین اونها از روی اخلاق است. یعنی کامل ترین مؤمن از روی ایمانداری، کامل ترین اونها، نیکوترین اونها از روی چی است؟ از روی اخلاق است. کسی را که اخلاقش خوبتر و بهتر باشد ایمانش کاملتر و زیادتر است. و خیارکم لنسائهم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که و بهترین شما با زنهایشون هست. یعنی که هر کسی که با زنهایش، با اهل بیتش، با خانوادهش خوش اخلاقتر و خوش رفتارتر باشد، پس اون بهترین شما هست. رواه ترمذی و قال حدیث حسن صحیح، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن و صحیح می باشد. بعد از این حدیث 628: و عن عایشه رضی الله عنها قالت، یعنی که از عایشه رضی الله عنها روایت است که گفت: سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را که می گفت: ان المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت هر آینه مؤمن لا يدرك بحسن خلقه، یعنی که درک میکند، در میابد، پیدا میکند، یدرکو پیدا میکند یا میرسد، به حسن خلقه یعنی با خوش اخلاقیش، با خوش رفتاریش، درجه الصائم القائمی، یعنی به درجه انسان
صائمی که همیشه روزه میگیرد و انسان قائمی که همیشه نمازهای شب دارد، شب زنده دار هست. یعنی که خلوق نیک انسان را به همین درجه ها میرساند، یعنی که به همین درجه از روی ثواب و از روی اجر و پاداش گرفتن به همین درجه های به همین قله های بزرگ میرسانده است. رواه ابو داود، این حدیث را ابو داود روایت کردگی هست. بعد از این حدیث 629 و عن ابی امامة الباهلی رضی الله عنه قال، یعنی که از ابی امامه باهلی رضی الله عنه روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که انا زعیم ببیت فی ربض الجنة لمن ترک المراء و این کان محقا. پیغمبر میگوید که انا زعیم، یعنی من ضمانت میدهم، من ضامن هستم، یعنی من گارانتی میدهم. ببیت فی ربض الجنة، به خانه در اطراف جنت، در نزدیکی جنت. لمن ترک المراء و این کان محقا، و از برای هر کسی که ترک بکند مراء را، یعنی خودنشانتی و قیل و قال و گفته های بیهودگی را هر انسان ترک بکند. و این کان محقا، و اگر هرچند که حق با او باشد، یعنی حق هم با خودت باشد، یعنی سفسطه و گفتگو و گپای زیادی در کار نیست. حق هم میگوی و از پشت کارت میشوی. اگر هرچند حق هم با تو باشد، یعنی که قیل و قال را کمتر کردن در کار است. پس رسول الله میگه هر کسی که همین صفت را داشته باشد، من گارانتیش میتیم به خانه در اطراف جنت. و ببیت فی وسط الجنة لمن ترک الكذب و این کان مازحا، یعنی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که من گارانتی میتیم به خانه در وسط جنت، در بین جنت. لمن ترک الكذب، برای کسی که ترک کند دروغ گفتن را. و این کان مادحا، و اگرچه از روی شوخی و مسخره هم باشد. یعنی دروغ را شوخیش هم خوب نیست، دروغ را هزلش هم خوب نیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه هر کسی که دروغی حتی از روی مذاق و مسخره هم باشد ترکش کند، من جنت در وسط جنت براش یک خانه را گارانتی میتیم، یعنی که ضمانتش میدیم. و سیم پیغمبر میگه و بیت فی اعلی الجنة لمن حسن خلقه، پیغمبر میگه که من ضمانت میدهم به خانه در اعلی الجنة، در بالای جنت. لمن حسن خلقه، یعنی کسی که خوش کند، خوب کند اخلاقش را، کسی که خوش اخلاق شود، کسی که خوش گفتار و خوش رفتار شود. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که من اون انسان را خانه در بالای جنت براش گارانتی میدهم، براش ضمانت میدهم. حدیث این سیم چیزش بگه موضوع باب مونکی درباره خوش اخلاقی، یعنی چقدر فضیلتی بزرگ دارد. حدیث صحیح، این حدیث صحیح است. رواه ابو داود به اسناد صحیح، این حدیث را ابو داود روایت کرده است با سند صحیح، با اسناد صحیح. بعد از این حدیث 630 و عن جابر رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از جابر رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت این من احبکم الی، هر آینه از محبوب ترین شما برای من. پیغمبر گفت هر آینه محبوب ترین شما به من، من را ترجمه نمیکنیم، احبکم محبوب ترین شما به من. و اقربکم منی مجلسا یوم القیامتی، یعنی نزدیک ترین شما به من مجلسا، یعنی از روی مجلس، یعنی دوست داشته ترین شما و نزدیک ترین شما از روی مجلس به من
در روز قیامت، یوم القیامت، در روز قیامت پیغمبر میگوید که احاسنکم اخلاقا، یعنی نیکوترین شما، احاسنکم اخلاقا، نیکوترین شما از روی اخلاق است. یعنی کدام شما اخلاقتون خوبتر باشد پس همون محبوبتر است به من، پس همون به من نزدیکتر است در مجلس، در مجلس هم در روز قیامت، یعنی در همسایگی من است. و این ابغضکم الی و ابعدکم من یوم القیامتی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگوید هر آینه بدترین شما، یعنی شومیدیدگی ترین کسان از بین شما برای من، و ابعدکم من یوم القیامتی، و دورترین شما از من در روز قیامت، الثرثارون والمتشدقون والمتفیهقون. پس اینها هستند، یعنی که در روز قیامت بدترین شومیدگی های پیغمبر، بدمیدگی های پیغمبر یا دورترین مردم از پیغمبر در روز قیامت یکم کی است؟ سرسارون هستند. سرسارون کی هستند؟ سرسارون انسان های پرگپ، انسان های پیکه، انسان هایی که سبستگوی زیاد دارند. و المتشدقون، و دوم کسانی که متشدق هستند. متشدق کسانی که یعنی که لفظی سخن راست در لفظشون نمی ایستند، فهمو؟ کسانی که لاف زننده است، که کسانی که در سخنش نمی ایستد، کسانی که بگیم وایمه زیادی میکند، همینا متشدق میگن. میگیم که لاف زننده ها. والمتفیهقون، و متفیهقون، اکنون با پیغمبر میپرسن متفیهقون کی هستند؟ و سیم طایفه کی است؟ متفیهقون هستند. قالوا یا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون، گفتن ای رسول الله ما دانستیم، یعنی فهمیدیم معنای ثرثارون که پر گوینده ترین و بسیار گپ زننده ترین اینها است، و المتشدقون بسیار لاف زننده و وایمه کننده ها هست. و المتشدقون کی هست؟ فمل متفیهقون، پس متفیهقون کی است؟ قال المتکبرون، رسول الله صلی الله علیه وسلم گفتن که متکبران هستند، کسانی که کبر دارند. پس متفیهقون یعنی متکبران، در اینکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خودشان این را بیان کردند و این را ترجمه کردند. رواه ترمذی و قال حدیث حسن، این حدیث را امام ترمذی روایت کرده است و گفته است که حدیث حسن است. خب این باب با آخر رسید. باب نو، باب الحلم والانات والرفق، یعنی باب در مسئله یکم حلم است، یعنی انسان باید حلیم باشد، انسان حلیم صبور. والاناتی، و همچنین باب در مسئله انات است. انات یعنی که یک کار اندیشیده انجام دادن یا یک کار سنجیده انجام دادن انات میگن. یعنی یک انسان یک کار کردنی است، اول فکرش میکند که عاقبتاش چی است یا به چی مقصدا میرسوند انسان رو، بعد انجام میده، میره انات میگن. و رفق در مسئله خوش رفتاری و خوش اخلاقی و خوش گفتاری. خب این باب در این مسئله هست. میگوید که قال الله تعالی، امام نووی رحمه الله چند آیت میارد. اولا میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت که والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. یعنی الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران گفته است که والکاظمین، کاظمین یعنی کسانی که فرو میبرند غضبشون را، الغیظ یعنی خشم و غضبشون را، الکاظمین والکاظمین الغیظ یعنی کسانی که فرو میبرند خشم و غضبشون را. والعافین عن الناس، و عفو میکنن از مردم را، یگان
کمبودی در حقش بکند، در حق همین انسان عفوش میکند. والله یحب المحسنین، الله سبحانه و تعالی انسان های نیکوکار را دوست می‌دارد. این یکم آیت. آیت دوم و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت که خذ العفو و امر بالعرف و اعرض عن الجاهلین. الله گفت که بگیر عفو را، بخشش پیشه کن. خذ العفو، بگیر عفو را، یعنی که پیشه کن عفو را. و امر بالعرف، و الله تبارک و تعالی میگه که امر بکن، فرمان بکن با کارهای خوب. بالعرف یعنی با کارهای خوب، با کارهای پسندیده و ارزنده. و اعرض عن الجاهلین، یعنی که و روی بگردان از انسان‌هایی که جاهل هستند، یعنی که با جاهل ها سر به سر نشو، از جاهل ها روی بگردان، دور باش و برای مردم عفو و عرف تقدیم کن و پیشکش کن. بعد از این آیت سوم را میارد، میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی ولا تستوی الحسنه ولا السیئه. الله سبحانه و تعالی میگه که برابر نیست حسنه و سیئه، یعنی خوبی و بدی هر دوشان یک رنگ و برابر و مساوی نیستند. ادفع بالتی هی احسن. ادفع یعنی که پاسخ بده، جواب بگو، بالتی هی احسن، با آن چیزی که اون احسن و نیکوتر و خوبتر است. یعنی که در بدی ها هم باشد، جواب تو باید به نیکویی باشد. فاذا الذی بینک و بینه عداوة کانه ولی حمیم. فاذا، پس ناگهان میبینی تو، ایده فجائیه، پس ناگهان میبینی تو الذی بینک و بینه عداوة، کسی را که بین تو و بین او دشمنی بود، یعنی همون دشمنت رو میبینی، کانه ولی حمیم، گویا که وی ولی حمیم است، یعنی دوستی صمیمی تو است. ولی دوست، حمیم یعنی صمیمی و دوستی صادقانه تو. پس اگر که یعنی که تو ادفع بالتی هی احسن بکنی، یعنی که بگیم جواب پاسخ بدهی بدی را به نیکی، پس همون دشمنت را یکی از دوستای صمیمی خودت پیدا میکنی، یا میبینی که همون دشمنت یکی از دوستای صمیمیت میشود. و بعدش میگه که و ما یلقاها الا الذین صبروا، و ما یلقاها یعنی ملاقات نمی کند این صفت را. یعنی چی؟ یعنی به دست آوردن نمی تواند این صفت را. کدام صفت را؟ همین صفت ادفع بالتی هی احسن، همین خصلت پاسخ دادن بدی ها به نیکی، همین را به دست آوردن نمی تواند الا الذین صبروا، مگر کسانی که صبر پیشه کردند، مگر کسانی که صبر و بردباری و تحمل کردند، پس اونها میتونند دست بیابند یا برسند به این خصلت بزرگی ادفع بالتی هی احسن. و ما یلقاها الا ذو حظ عظیم، و به دست آوردن نمیتواند این صفت ادفع بالتی هی احسن را الا ذو حظ عظیم، مگر کسی که صاحب نصیبی بزرگ باشد. ذو حظ یعنی صاحب نصیبی، حظ نصیب، عظیم بزرگ، صاحب نصیبی بزرگ باشد، یعنی کسانی که نصیبشان خیلی بزرگ باشد، الله براشون یعنی نوشته گردندگی باشد، پس می توانند که این صفت را در زندگیشون و در حیاتشون به دست بیارن. خب سوره فصلت. بعد از این آخرین آیت را میارد، میگه و قال تعالی، و گفت الله سبحانه و تعالی ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور. ولمن صبر، و حتما کسی که صبر کرد، و غفر، و هر کسی که بخشیش کرد، این ذلك، هر آینه این صفت صبر و صفت بخشیش، لمن عزم الامور، حتما از کارهای شایسته است برای سپاس گفتن. لمن حتما از جمله کارهایی است که عزم الامور است. عزم الامور یعنی که شایسته سپاسگویی، شایسته تشکرگویی، شایسته تعریف و توصیف است. یعنی هر کسی که این صفت را در خودش داشته باشد، صبر و
غفره یعنی که بخشش و گذشت کردن. این صفت را هر کسی با خودش داشته باشد پس اون کس کی است؟ لمن عزم الامور است. خب سوره شورا آیت 83. بعد از این حدیث 631 شروع می شود. انشاءالله این باب حلم و عنات و رفق حدیثوشه درس آینده می گیریم. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. و این بود درس امروز امان. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.